مگه میشه پیامبر 3 روز 120,000 نفر دور خودش جمع کنه و حضرت علی رو به عنوان جانشین خودش معرفی کنه و همه اون افراد با حضرت بیعت کنن، ولی بعد 2 ماه همه بیعتشون رو فراموش کرده باشن؟ بله میشه. نمونهش رو توی تاریخ داریم، سند قرآنی هم داره. حضرت موسی بعد از معجزاتی که برای قومش آورد تا هدایتشون کنه 30 روز به کوه طور رفت، اما به دستور پروردگار 10 روز دیرتر به نزد قومش برگشت تا مورد امتحان قرار بگیرن. وقتی برگشت چه اتفاقی افتاد؟ همه گوساله پرست شدن. با توجه به این داستان میشه که بیعتشون رو فراموش کرده باشند. تازه قوم حضرت موسی فقط 10 روز بعد از پیامبرشون گوساله پرست شدند، نه 2 ماه. حضرت موسی زنده بود، برگشت پیش قومش و همه مرتد شده بودن، ولی چون حضرت رسول شهید شده بودن امکان ارتداد بیشتر بود. و اینکه قوم حضرت موسی از یکتاپرستی به گوساله پرستی رسیدن، ولی در قوم حضرت رسول اختلاف فقط در جانشینی ایشان بود، پس امکانش بیشتره. پس فراموش کردن و بیعت شکستن اون 120,000 نفر بعد از 2 ماه ممکنه. راستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند یا علی نسبت تو به من مثل نسبت هارون به موسی. یا علی